رقاصه مشهور بالت انستاسیا ولچکووا خبر داد که روز 4 ینور زودروز 30 خدمتگارش از تاجیکستان لولا را تجلیل کردند. زودروز لولا با نامروز ولچکووا توأم افتاده است و هر دو به یکدیگر تحفه دادند. ولچکووا به لولا یک دسته گل زیبا و شکلات تحفه کرده است. لولا به نوبت خود کارفرمایش را با یک دسته گل 100 برگ سفید به نامروزش تبریک گفته است. نام اصلی خدمتگار ولچکووا هلولا بوده است، ولی در خانه ستاره روس او را لولا نام میبرند. انستاسیا ولچکووا در صحیفه‌اش در اینستاگرام که 1.2 میلیون آبونچی دارد، عکس مشترکش با خدمتگارش را در روی زینه‌پایه‌های قصر پرشکوهش در بیرون از مسکو در پس منظره یک ارچه زیبای سالنوی نشر کرد. در زیر این عکس در بین همگی چند ساعت در اینستاگرام قریب 10,000 نفر دکمه لایک را پخش کردند. ولچکووا نوشته است که لولا 5 سال باز در خانه او کار میکند و در این مدت به یک عضو عائله آنها تبدیل یافته است. این یک آدم نجیب است. ما 5 سال باز همراهیم. الکی 3 کودک او در همین خانه ما به دنیا آمدند و ما با هم در وحدت و همبستگی به سر میبریم، نوشته است ولچکووا درباره خدمتگارش از تاجیکستان.